متوجه این قضیه شدین که زندگی شتابش چقدر زیاد شده؟ قبلا چشم هم می‌زدی روز تموم میشد، هفته تموم. الان چشم هم می‌زنی میگن عیده. ای بابا عید قبلی هنوز عید سال شروع نشده انگار، عید 2 ماه دیگه. اصلا آدم متوجه نمیشه، مثل باد میگذره. این شتاب زدگی خودش فشار ایجاد میکنه، در هماهنگی با ریتم‌های طبیعت نیست و اینو میتونین تجربه کنین. بلندشین برین یه دهی، یه روستایی، یه جایی که یه جای پرتیه، تکنولوژی نیست، حتی برق هم نیست. اینجا وقتی شبا میخوابین خوابتون نمیبره، سبک میخوابین. صبح که میخواین بلندشین بدن خسته است، نمیتونین بلندشین، از جا کنده نمیشین. خواب سبک عمیق نمیشین، مثل پر میخوابین، مثل سنگ بلند میشین، نمیتونین پاشین. بعد میرین توی دهی، روستایی، جایی چشو میبندین، تخت میخوابین، مثل سنگ میخوابین. صبح قبل از طلوع مثل پر بلند میشین، اتوماته. بعد از قبل طلوع بلند میشین، میرین باغای بغل رو میگردین، اون باغای اون پشتی رو میگردین، میاین، بعد میراب میاد، آب بیاد، با بیل بیاد آبو درست کنه تا نون آماده شه، صبحونه حاضر شه، میرین صبحونه میخورین، میان 3 روز زندگی میکنین. ساعت شده 8:30 صبح. جدی بهتون میگم اینجوری میشه که شما میبینید چقدر عجیبه اینجا، چرا زمان اینجوری میگذره. زمان یه جور دیگه میگذره اینجا. زمان مکانیکیمون عقربه هست، داره میچرخه، همه جای جهان ثابته، ولی زمان ذهنی ثابت نیست. بنا به وضعیت ذهنی ما، درک ما از گذر زمان تغییر میکنه و ما با ذهنمون زمان میسازیم.